الله به ضد کافرها آل ترغیب به جهاد میکنه که برین جهاد کنیم، پشت گپ کافر نگرد. ولی این قتلتم اگر شما کشته شوین فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله در کل دنیا، به خاطر اعلاء کلمت الله در کل. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، به خاطر اینکه در مقابل مال مسلمان و خون مسلمان و جسم مسلمان الله بر از جنت میده. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. قاتل نفر قاتل میکنی، نفر به قلم قاتل میکنی، نفر به کتابچه و پوستر قاتل میکنی، نفر به گپ زدن قاتل میشه. همین قاتل کردن خود این طریقه واهن کار، این طریقه واهن باشه. این نفر بزنه که خونهاش بیرون شه. و این ملا صاحب خودش از واهن میترسه، اسلحه رو نمیشناسه، فعلیت نداره، در میدان جهاد قتال نرفته. ایمان اعتقاد به قلب است، اقرار به چی است؟ به زبان، عمل بالجوارح است. و به این علماء سلف تعبیرات مختلف دارند، تعبیرات مختلف است. و همه تعبیرات که است، همه تعبیرات به یک محور دوام می‌یابد که ایمان اعتقاد به قلب است، اقرار به چی است؟ به زبان، عمل به چی است؟ بالجوارح. دلیل چی است؟ بیاید توحید آموزید. توحید فراموش کردید، وقت ندارید که توحید بخونید. یک 10 دقیقه و 20 دقیقه وقت خود رو با آموختن توحید مشغول نمی کنید. چقدر در بدری است. ما بارها براتون گفتم که اگر عقیده توحید در قلب انسان میآید تو را آرام نمیگذاره، تو را مجبور میسازه که دعوت ادامه بدی، تو را نمیگذاره. علت چیست؟ علت است که تو وقتی الله متعالی قدر و قیمت به توحید داده، انبیاء علیهم السلام آمده مبارزه کرده، تو هم یکی از جمله جزئی از افراد خود میشماری، عمر خود قیمتی میسازی، آخرت خود درست میسازی. بدون این برنامه درست نمیشه. این برنامه را باید داشته باشی. به می ملتی که سالا محفوظ است.